خواب و آداب آن. خواب نعمت است از جانب خداوند بزرگ. در آن برای انسان رحمت بدن، راحت بدن، آرامش روح و تجدید عمل و فکر است. پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم مقام و منزلت خواب را از معنای بشری طبیعی به معنای عبادت و معامله به خواب به خدا تبدیل داد. به این خاطر وقتی که ما خواهیم که خواب بکنیم باید آداب و سنت‌های را که پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم انجام میداد بکنیم. اول اینکه باید بر وقت خواب برویم تا که بر وقت پیش از نماز بامداد بخیزیم. پیش از خواب باید طهارت نموده دندانهایمان را بشوییم. بستر خواب را خوب از نظر بگذاریم که در آن چیزی ضرررسان نباشد. باید که به جانب راست در بستر دراز کشیده دست راست را در زیر سر گذاریم. سپس دعاهای پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم تعلیم دادن بخوانیم. پروردگارا به نام تو گذاشتم پهلویم را و به نام تو می بردارم. خدایا اگر جانی مرا بگیری آن را مغفرت نما و اگر آن را رها کردی پس آن را حفظ نما و آن طوری که حفظ می نمایی بندگان صالحت را. این چنین خواندن آیت الکرسی، قل یا ایها الکافرون و سنت دیگر این است که سوره قل هو الله احد و قل اعوذ ها را 3 بار خوانده در دست کف نموده و به دم میمالی. پدر و مادر این را باید و فرزندان خردسالشان انجام بدهند، زیرا در آن فایده زیادی هست که از درد و بلا حفظ می نماید. خداوند میگوید و خواب را برای شما آرامش و ثبات گردانیدیم. سنت دیگر پیش از خواب توبه نمودن از تمام گناهان می باشد. انسان همین طور باید همه را ببخشد و با دلی پاک بخوابد. پیامبر محبوب ما فرمودند آیا شما پیش از خواب مثل ابو زمزم کرده نمی توانید؟ صحابگان تعجب کرده گفتند ابو زمزم کیست؟ او یک مسلمان خالص بود. وقتی که به بستر خواب می آمد می گفت من نصیبه نفسم را برای هر مسلمانی که مرا آزار داد، غیبت نمود، بدگویی کرد، صدقه نمودم و همش را بخشیدم. این گونه بخشش انسان را وادار می کند که با قلب صاف پاک بخوابد. پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم برای خواب بستری ملایم اختیار نمی کردند. در بالای بوریا، پوست و حتی زمین می خوابیدند. آن حضرت کتی داشتند از ریسمان بافته. روز حضرت عمر رضی الله عنه به خانه پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم وارد شد. دید که آن حضرت در بالای بوریا خوابند، چون از جای خیستند از گرمی هوا عرق نموده بودند و اثر بوریا در چهرهشان نقش بسته بود. عمر رضی الله عنه از این حالت ناراحت شده گریه نمود. پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم گفت ای عمر چرا گریه میکنی؟ عمر گفت ای رسول خدا شاهان فارس و روم در بسترهای ملایم میخوابند و تو رسول خدا در بالای بوریا میخوابی. پیامبر گرامی گفت ای عمر من چه زیان میبینم وقتی که دنیا برای آنها و آخرت برای ما باشد. این قاعده است که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم وعظ نمودند، یعنی در بستر عادی و ساده خوابیدند. یک شب پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم خواب طولانی رفتند. پگاه پرسیدند که شما در بستر من چی کاری کردید؟ گفتند ای رسول خدا ما بستر شما را غصب نمودیم. ایشان فرمودند از این سبب است که من خواب طولانی رفته از نماز شب محروم گشتم. انسان باید که بسترش را بسیار ملایم نکند تا که نماز شب را ادا نماید. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مرد را در مسجد دید که به شکم خوابیده است. او را به پایش حرکت داده گفت خیز از جایت. این خواب است که خدا آن را شوم می‌بیند و در روایت گفتند که این خواب اهل دوزخ است. دیگری از سنت‌های پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم خواب قیلوله است. آن خواب اندک است که پس از پیشین تا که نماز شب را ادا کند انجام می‌دهد. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم خواب بعد از بامداد و خواب بعد از عصر را دوست نداشتند، زیرا خداوند در این دو وقت رزقها را تقسیم می‌نماید. بعضی از صحابگان نزد رسول خدا آمده شکایت نمودند که شبانه خوابشان نمیبرد. ایشان این دعا را برایشان تعلیم داد. خدایا ستارگان فرو رفتند
و چشمان همه پوشیده شدند و تو زنده و قیومی. ای زنده تدبیر کننده، شب مرا آرام بساز و چشمانم را بخوابان. وقتی انسان خوابی بد بیند باید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گوید، پناه می طلبم به خدا از شر شیطانی رانده شده و به جانب چپش 3 بار تف کند. یکی دیگر از سنت‌های مهم این است که باید مسلمان پیش از اذان بامداد بخیزد و پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم خبر دادند که فلان کس تا وقت اذان بامداد میخوابد. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم گفتند آن شخص است که شیطان در گوشش پیشاب کرده است، زیرا وقتی نماز در آمده است او هنوز خواب است. از سنت‌های دیگر پیامبر گرامی این است که وقتی از خواب میخیست خواب را از رویش با دستانش پاک میکرد و سپس میگفت ستایش خدای را که ما را زنده گردانید بعد از آنی که میرانیده بود با بازگشت ما به سوی اوست. ما و تمام ملک به اذن خدا صبح نمودیم. سپس دندانهایش را مسواک زده طهارت میکند و نماز میگذارد. در روایت آمده است که وقتی انسان میخوابد شیطان در سر او 3 گره میبندد. وقتی که خیست نام خدا را گرفت 1 گره گشاده می شود. هنگامی که طهارت کرد گره دیگر گشاده می شود. وقتی نماز گذاشت گره 3 گشاده می شود. اگر انسان این کارها را انجام ندهد آن روز غمگین و ناراحت می گردد و اگر آن گره ها گشاده شود خوشنود و سعادتمند می گردد. انسان اگر این آداب و سنت های خواب را انجام بدهد خواب او مثل بیداری می گذرد. ابن مسعود رضی الله عنه می گوید من آنچه را در خوابم می خواهم که در بیداریم می خواسته باشم. ما می دانیم که پیامبر محبوبمان وقتی که چشمانشان می خوابید دلشان بیدار بود. ما امید داریم که وقتی آداب و سنت های خواب را رعایت نماییم برای ما سر این بیداری عیان شود و خداوند دیدار پیامبرش را در خواب و همراهی با او را در جنت به ما نصیب گرداند و این با برکت سخن پروردگارمان است که فرموده است بگو ای پیامبر اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی نمایید پس خداوند شما را دوست می‌دارد.